السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با برنامه وزارت امور داخله در 7 روز گذشته خوش آمدید. والی و قماندان امنیه جدید ولایت غور طی مراسمی با حضورداشت مسئولین و کارمندان حکومتی این ولایت از سوی معین پالیسی و استراتژی وزارت امور داخله معرفی و به کارشان آغاز کرد. 115 تن معتادین پس از 3 ماه دوره ترک احتیاط صحتیاب و به خانواده‌هایشان در کابل تسلیم گردیدند. الحاج لوی پاسوال ملا عبدالحق همکار معین مبارزه با مواد مخدر وزارت امور داخله با فاضل اکین اردوغان هماهنگ کننده اداره همکاری‌های ترکیه برای افغانستان دیدار و در مورد محو کشت کوکنار در افغانستان گفتگو کرد. 174 تن از نیروهای پلیس پس از فراگیری آموزش‌های اساسی، مسلکی و عقیدتی از 11مین دوره مرکزی تربیوی پلیس اسلامی از ولایت پکتیا فارغ شده و طی مراسم سند فراغت به دست آوردند. تیم مسلکی ورکشاپ مرکزی ریاست عمومی لوجستیکی معینت تأمینات وزارت امور داخله دهها اراده هاموی و سایر وسایط نظامی تخریب شده را ترمیم اساسی نموده و جهت استفاده به جزئیات‌های مربوطه توضیح نمودند. این بود دستاوردهای این هفته وزارت امور داخله. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.